پنجشیر. درهایی که نه تنها در میان کوههای بلند افغانستان جا گرفته، بلکه در دل هر افغان جای دارد. مردم این خاک ساده‌اند، اما دلشان به وسعت کوههایش بزرگ است. در پنجشیر مهمان را به چشم عزیز می‌نگرند. اما آنچه پنجشیر را از همه جدا می‌سازد فقط طبیعتش نیست، بلکه شجاعت مردمش است. مردمانی که تاریخ نامشان را با افتخار نوشته، آنهایی که در برابر ظلم ایستادند، بی هیچ ترس، بی هیچ خم شدن. در دل این دره صدای رودخانه می آید. پنجشیر یعنی غرور، یعنی وقار، یعنی خانه‌ای که هیچگاه تسلیم نمی شود. اگر روزی به این خاک آمدی، فقط از زیبایی کوهها حیرت نکن. دل مردمانش را ببین، آنجاست که پنجشیر واقعی را خواهی شناخت.